صدای مامانشون نازک بود، اما صدای آقا گرگه بلند بود. اون وقت آقا گرگه گفت بچه اولیه رفت گفت کیه؟ اون گفت گرگه گفت منم مادرتون. چی بود غذا آوردم براتون. بعد اولی خب بگم اولی اومد در رو بکنه که یه دفعه دید با صدای مامانه با نازوکه این صداش بلنده. اون وقت گفت نه خیره تو آقا گرگه ای. حالا رفت پیش آقا شیره.